عشق را هیچگاه غمخوار و مهربان نمی‌شمارند. آن حکایت است، المناک و دردناک، و این چنین پاکی دل انسان را نشان می‌دهد. ترانه بخشیده می شود از نام جوانی و دوست دخترش رعنا. برایم عجیب است که چرا با روا نخوردم با انسانی که از عشق راضی باشد، در دل زخم عشق نداشته باشد، در چشمانش اشک جدایی نباشد. چی شد با عشقای حاضره؟ می گفتند اگر با کسی زیاد صحبت کنی برایش بی‌ارزش می گردی. شاید سبب این باشد. قهرمان امروزه ما نیز شکایت از عشق دارد، از عشقی که طول 5 سال تو قلبش کاشته بود، از عشقی که با قیمت جانش برابر بود. در اوان مکتبی دختری را دوست داشتم و عشق اولین بود، عشقی که یک عمر در قلب همه زخم گذاشته است و چند بار، ولی مادرش راضی نشد چون من ثروتمند نبودم. با وجود آنی که با بزرگی عشقم هیچ ثروتی برابر شده نمیتوانست. عجبا که زمانه همه چی را به زر عوض کرده است، حتی عشق را. دختر با بهانه انتظار شدن من تحصیل کرده خواست، با وجود آنی که میدانستم بعد تحصیلات او مرا تماما فراموش میکند. به این اجازه دادم. دلم از این گواهی میداد که او تو را بالاخره به غریبه عوض میکند، ولی خودم به قلبم باور نکردم، چون هر زمان وعده هایش پیش نظرم می آمدند. بالاخره داخل شد و آهسته آهسته به خانه‌شان نمی آمدگی دختر گشت. از من بیگانه تر گشت. وعده هایش فراموش شد، قسم هایش فراموش شد. مهمش این که من فراموش شدم و توانست ثروت جوان دلش را ببرد و عشق 5 سالش را با پول ناچیزی بخرد. برایم واقعا دردناک بود.